جلیبیب رضی الله عنه در مابین اصحاب پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوالمسکین ملقب بود. او را ابوالمسکین میگفتند. او چیزی غیر از این عورتش که پوت میشد از همین تیکه دیگر چیز نداشت، لطه ای داشت دیگر چیز نداشت. یک روز رسول الله صلی الله علیه و سلم با جلیبیب گفت یا جلیبیب چرا زن نمیگیری، چرا ازدواج نمیکنی؟ گفت یا رسول الله من یک مسکین هستم، به من کسی دختر نمیده. روز دوم گفت یا جلیبیب چرا زن نمیگیری؟ گفت یا رسول الله من یک مسکین هستم، به من کسی زن نمیده. روز سوم گفتند یا جلیبیب زن نمیگیری؟ گفت یا رسول الله من یک مسکین هستم، نه خانه دارم نه مال دارم، به من کسی دختر نمیده. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت برو به خانه فلانی، به خانه انصاری فلانی برو، او دختر داره، دخترش به تو میده. جلیبیب آمد با صاحب خانه، دروازه را تق تق کرد. صاحب خانه برآمد، پدر دختر. سلام علیکم، مرحبا. به خانه داخل شدم. گفتن من رسول الله صلی الله علیه و روان کرد، من با خواستگاری دختر شما آمدم. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که دختر داره به من بده. پدرش گفت که همینجا باشه، من به همراه فامیل یک مشوره میکنم. با خانه داخل شد، به فامیلش به زنش گفت ابوالمسکین جلیبیب آمده است به خواستگاری دختر شما، چی میگی؟ زن گفت که این مردک نه خانه داره نه مال داره، دختر ما را به کجا میگیره؟ این یک مسکین باشه، نمیشه این یک مسکین است که چیزی نداره. این گپ را دختر شنید. گفت که پدر جان چی گپ است؟ گفت که جلیبیب آمده است به خواستگاری تو، به خواستگاری تو آمده است، او چیزی ندارد غیر همین لطه‌ای که عورت او را پوت میکند. دختر گفت که آیا شما پرسان کردین او را کی روان کرده است؟ گفت که او را رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت، او را رسول الله صلی الله علیه و سلم خواستگاری روان کرده است. دختر به پدر و مادر گفت آیا شما آن خواستگاری رسول الله صلی الله علیه و سلم پس میکنین؟ شما به نفری که آمد به او نگاه نکنین، او را کی روان کرده است به او نگاه کنین. من راضی هستم به جلیبیب، من راضی هستم به نکاح جلیبیب. این ایمان این دختره دارد. محبت رسول الله صلی الله علیه و سلم در نزد او از همه دنیا عالی تر بود. خب پدر دختر برآمد گفت ما راضی شدیم، دخترم راضی است، برای مهر چی داریم؟ گفت به مهر چیزی ندارم غیر همین لطه، همین تیکه‌ای که دارم دیگر چی ندارم. گفت برین پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مهر یگان چی بیاریم. رفت به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که امروز روز توی ماست، لیکن برای مهر چیزی نداریم. در نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم چیزی نبود. گفت که برو پیش عثمان غنی، عثمان چیزی میکنه. پیش عثمان رفت، عثمان چیزی برای توی او داد، مهر داد. در بازار برای توی، برای عروسی تیاری میکرد. یک وقت در بازار مردم هر طرف، هر سوی هر طرف حرکت شروع کرد. گفت چی گپ شد؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم به غزوه رفت، به جنگ رفت. جلیبیب عروسیش فراموش کرد. گفت که من در خانه باشم عروسی بکنم، رسول الله صلی الله علیه و سلم در میدان جنگ؟ نه، امکان نداره. آن پیسه که برای خریداری به شب عروسی گرفته بود، یک شمشیر گرفت، یک اسب گرفت، به اسب سوار شد، به میدان جنگ حرکت کرد. جنگ تمام شد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت که این شب عروسی جلیبیب است، زود زود حرکت کنید. گفت یا رسول الله جلیبیب شهید شد، جلیبیب شهید شد. رسیدن، جلیبیب شهید بود، در مابین مشرکین 14 نفر کشته بود، خودش هم شهید بود. او را گرفتن به تابوت، او را برداشتن، رسول الله صلی الله علیه و سلم به نوک پایشان میرفتن. گفت یا رسول الله چرا بر نوک پایتان میریم؟ گفت که به عروسی جلیبیب ملائکه این قدر زیاد نازل شده است، هیچ جای پای ماندن نیست. این عروسی جلیبیب بود رضی الله عنه. الله از اونا راضی شد.